اونجا اول اینجایی بود که فهمیدم که هر چقدر هم که آن پیپر یه چیزی تمیز باشه توی عمل ممکنه که اتفاق نیفته. ممکنه اونجایی که تو انتظار داشتی نبوده باشه. ترن اصلی که میتونم بگم که توی زندگی من به وجود اومد، تصمیم گرفتم که خب وارد این مارکت بشم. یه اتفاقی افتاد به اسم ICO بوم. اول از هر چیزی باید فیگرات میکردم که آقا این اسکمه یا نیست. فرضاً تو با $10,000 شروع کردی. 80% از دست دادم، شد $2,000. $2,000 رو ظرف یک سال 200 برابر کردم، شد 400,000. اینقدر یعنی این پروژه سودآور بوده که تو واسه اینکه بخوای روش سرمایه گذاری کنی نیاز داری که قرعه کشی کنی که آقا اصلا بتونی روش سرمایه گذاری کنی. $100 $200 که میذاشتی یه 10x رو میداد. اون پول کجا داره میره؟ منده بالا. الان به نظر چه فرصتایی هست توی این قضیه؟ سوال سختیه. دنبال میکنم، نمیتونم دنبال نکنم. یه بار سرمایه گذاری بیشتر نکردم توی این قضیه و میم کوین ها دیدم. نظر به جای سیگنال چیه کلا؟ تو اگه واقعا یه کسی باشی که بتونی تکنیکال انقدر خوب تحلیل بکنی و درست بزنی، چرا باید بیای مایی نمیدونم $100 بگیری سیگنال بفروشی؟